من زیاد رو حرفای آقای ترامپ حساب نمی کنم، به خصوص وقتی که بحث ایران اسلحه فرستادیم یا نه. بریم یه موضوع مهمتر رو بگم. همیشه رویارویی با یک حکومت ظالم در شرایطی هست که تا دندان مسلحه و مردم هیچی نداره. همیشه اینجوریه. یعنی نمیتونی بیای بگی عادلانه نیست، اشکال نداره، همینه که هست. اونجا چی کمک میکنه؟ میگه ما از تعداد بیشتری که داریم باید به نحوی استفاده بکنیم که بتونیم دشمنمون رو از بین ببریم، دشمنی که مسلحه. و تا کی میتونه؟ تا زمانی که ما موفق بشیم به هر طریقی. شما مثال فرانسه رو میزنی، پارتیزانای فرانسوی سالها علیه دولت ویشی و اشغالگرای آلمانی فعالیت میکردن، حضور داشتن. موقعی که انگلیس با چتر سلاحی تحویل میداد، مشخص بود کی کجا میره داخل کشور اینا و سازماندهی شده بودن. ما همچی چیزی تو ایران نداریم. مزخرفاتی که آقای ترامپ میگه، من باید کلمه مزخرفات رو به کار ببرم چون اصلا توهمه. من فکر میکنم یه مقدارش فرافکنیه به خاطر اتفاقات بدی که داره تو ایران میفته، چون ایشون تصمیم گرفت که یه دفعه این عملیاتی رو که داشت با موفقیت پیش میرفت علیرغم میل اسرائیل متوقف کنه. پس ما اون سازماندهی رو از داخل نداریم. ما یه گروه تشکیلات یا چند تا، مثلا شما فرانسه رو مثال میزنی، گروه جمهوری خواه بودن، پارتیزانای جمهوری خواه، پارتیزانای کمونیست، سوشالیست، همه حضور داشتن و اینا رو میشد مسلح کنید. شما الان میگن کردها رو مسلح کنید. کدوم گروه کرد رو مسلح میکنید؟ کردها چجوری میخوان سلاح برسونن به مرکز ایران، به خاک ایران؟ شما چجوری تهران رو میخوای مسلح کنی؟ پس بنابراین میبینی کل این فقط برای اینه که یه جوابی انداخته باشه بیرون، بگی آره ما سعی کردیم نشد. اگر واقعا شما میخواستی به مردم ایران کمک کنی، لایه آخر سران جمهوری اسلامی، پزشکیان، عراقچی، اون لایه رو میزدی، به مردم میگفتی بیایید. اون اعتماد به وجود اومده بود. ولی وقتی میبینن که این اژدها رو، هر سریشو که زدی 2 تا سر دیگه شو باقی گذاشتی، هنوز با اون 2 تا سر داره این مردم رو تهدید میکنه، این از بین رفت. و اینکه سلاح بخوان داخل ایران به دست مردم ایران برسونن اصلا منطقی نیست که تو بخوای سلاح برسونی. سلاح باید به شکل پشتیبانی بسیار نزدیک که با تکنولوژی هم امکانش هست در داخل ایران باشه و مردم اطمینان داشته باشن که به یک نقطه اگه حمله میکنن، به یک گروهی اگه حمله میکنن، یه چیزی هست که ازشون دفاع بکنه. و دیدیم اسرائیل تا حد زیادی کوچه به کوچه این کار رو حتی انجام داد. اینقدر دقیق بود. چون در نهایت اینو فراموش نکنیم، حذف جمهوری اسلامی برای اسرائیل بسیار بسیار مهمتر هست تا برای آمریکا و حتی برای مردم ایران. چون اسرائیل میدونه که رهبران ایران همیشه از این صحبت کردن که آقا اسرائیل یه بمب اتم ما بندازیم تمام میشه. رهبران ایران همیشه اومدن گفتن ما اسرائیل از صفحه روزگار برمی‌داریم. پس با یه همچین دشمنی مهم نیست در یه مقطع تاریخی منافع ملت ایران با اسرائیل در یک مسیر قرار میگیره، معنیش این نیست که در آینده یکی خواهد. و دست اسرائیل که کوتاه شد از این ماجرا توسط امریکا، مجموعاً میخوام بگم به خاطر اینکه اپوزیسیون خارج از ایران که باید فعالانه در داخل ایران سازماندهی رو میکنه، مدت‌ها سلطنت طلبها صحبت از گارد جاویدان میکنن در ایران. فکر میکنم گارد جاویدان هم مثل توهمات آقای ترامپ. کو گارد جاویدان؟ یا سازمان مجاهدین، صحبت از این میشد که سازمان مجاهدین تو ایران خیلی فعالن میشن. نه، هیچ کدوم اینا نیست. رژیم چون وحشتش از مردم زیاد بوده سعی کرد رهبران اپوزیسیون از بین ببره، تضعیف کنه. و رهبری هم که الان هست، متاسفانه دیروز بود من دوباره یه صحبتی آقای رضا پهلوی کرده و چند دقیقه شو که گوش کردم، دوباره ایشون میگفت آقای ترامپ باید برگرده و کار رو تموم کنه. شما با این طرز تفکر به جایی نمیرسید. باید طوفان انقلاب شروع بشه و از دل اون طوفان رهبری که این انقلاب رو هدایت کرد بیرون خواهد اومد. و موضوع آخر که باید اشاره کنم اینه که ما برای اینکه این روزا رو بهتر بشناسیم باید تاریخمون رو بخونیم. وقتی برمیگردیم تاریخمون رو میخونیم میبینیم ما، ملت ما، بیشتر از یک بار در یک همچین شرایطی قرار گرفتن، چه بین
یه پادشاهی ظالم بوده، چه یه دشمن خارجی بوده، در یک شرایط بسیار وحشتناکی مثل جمهوری اسلامی قرار گرفته بودیم این ملت. یعنی در حافظه تاریخی ما همچی چیزی هست و همیشه حضور یک نفر به شکل غیر قابل پیش بینی باعث شد که از این بنبست بیان بیرون با قرار گرفتن پشت سرش. اعتراض من به کسایی است که میگن نه ما باید اجازه بدیم جمهوری اسلامی داشت متحول میشد، داشت تغییر میکرد و به تدریج از بین میرفت، در حالی که ما میدونیم جمهوری اسلامی روزی از بین میره که مفهوم ولایت فقیه رو برداره، سازمانهای سرکوبش رو جمع کنه و چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.